السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز انشاءالله تعالی درس حیات رسول خدا را شروع میکنم. بزرگترین زمانه و بهترین تاریخ حیات رسول خدا است. به فهمیدن حیات رسول خدا و حیات صحابه ها به ما درس حیات را نشان میدهد. اگر حیات رسول خدا و حیات صحابه ها را ندانیم، معنای قرآن را به پررگی نمیفهمیم. آیت های قرآن را بخواهی فهمیدن، باید سبب نازل شدنش را دانی. با فهمیدن حیات رسول خدا و حیات صحابه ها سبب نازل شدن آیات قرآن را میفهمیم. قصه را میشد که از میلاد رسول خدا شروع میکردم، اما من خواستم کمی از پیش قصه را شروع کنم تا که تاریخ عرب ها را بدانیم و بفهمیم که عرب ها پیش از اسلام کی بودند و بعد از اینکه اسلام آمد در عرب ها چه دیگرگونی ها پیدا شد. قصه از زمانه ابراهیم علیه السلام شروع می شود، برای اینکه ابراهیم علیه السلام بابای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ابراهیم علیه السلام عرب نبود. اول با زبان سریانی سخن میکرد و بعد با زبان عبرانی که اکنون در اسرائیل سخن میکنند. دو همسر داشت، ساره و هاجر. به امر الله هاجر و پسرش اسماعیل را به مکه برد. زمین مکه قمزار بود و هیچ کس زندگی نمی کرد. آب نداشت، بیابان خالی بود. در آن زمان کعبه هم نبود، اما آثار کعبه بود در تگ قم. ابراهیم علیه السلام همسرش هاجر و پسرش اسماعیل را در نزد آثار کعبه، یعنی در نزد فوندامنت کعبه ماند و خودش به فلسطین سفر کرد. قصه ابراهیم علیه السلام مشهور است، نقل کرده بوده. هاجر علیه السلام در جستجوی آب و در جستجوی خوراک از نزد اسماعیل علیه السلام به یک کوه می برآمد، به دیگر کوه می برآمد و ناگهان جبرائیل علیه السلام فرامد و با پرش در نزد پای اسماعیل زد و آب زمزم برآمد. وقتی که هاجر علیه السلام برگشت، دید از تگ پای اسماعیل علیه السلام آب می برآید. آب را گفت زمزم، یعنی جمع شو. در همان وقت در یمن یک کوه بزرگ بود، آبش خشک شده بود و مردم یمن قبیله ها به هر طرف پراکنده شده بودند. هجرت کردند، در جستجوی زمین مناسب بودند. قبیله ثقیف به طائف سفر کردند. قبیله غساسینه به نزدیکی سوریه سفر کردند. قبیله مناظره به نزدیکی عراق سفر کردند. قبیله جرهم باشد به نزدیکی مکه. برای خود جای مناسب جستجو میکردند. از دوری دیدند که پرنده ها در جای جمع شدند، پرواز میکنند. یعنی یک علامت بود که در همان جا زندگی است، حیات است. یک نفر را روان کردند تا ببیند. آن مرد آمد، دید یک زن با پسرش، در نزدشان آبی چشمه است، یعنی آبی زمزم است. برگشت و گفت آبی چشمه است و یک زن با پسرش است. قبیله جرهم به نزد چشمه آمدند و به هاجر علیه السلام گفتند آبی چشمه آبی توست، آیا برای ما اجازت میدهی در نزد همین آبی چشمه خیمه های خود را بزنیم؟ عرب ها پیش از اسلام هم با اخلاق بودند، یعنی می توانستند که با قوت زمین را بگیرند، اما با اخلاق بودند، اجازت پرسیدند. هاجر علیه السلام هم اجازت داد و آنها گفتند ما در ضمن از آب استفاده میبریم و برایت معاش میدهیم. و همین طور آب زمزم سبب رزق و روزی هاجر و اسماعیل علیه السلام شد. از بس که اسماعیل علیه السلام و هاجر علیه السلام عرب نبودند، زبان عربی را از قبیله
جرهم یاد می گرفتند. با گذشتن سالهای زیاد اسماعیل علیه السلام هم جوانی برومند شد و با پدرش ابراهیم علیه السلام کعبه را بنا کرد و به امر الله ابراهیم علیه السلام مردم را به سوی کعبه دعوت کرد. همه عرب ها در دین ابراهیم علیه السلام شدند، یکتا پرست بودند. بعد از وفات ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام قبیله جرهم بزرگ مکه شد. اما یک قبیله دیگری آمد به مکه، قبیله خزاعه. قبیله خزاعه با قبیله جرهم جنگ کردند و بر جرهم پیروز شدند. قبیله جرهم از مکه بیرون رفتند. پیش از اینکه از مکه بیرون بروند، آب زمزم را، چشمه را در تگ زمین پنهان کردند که دیگر هیچ اثری از زمزم نبود. قبیله خزاعه در مکه حاکم شدند و تقریباً 500 سال حکم کردند. بزرگ قبیله خزاعه عمرو بن لحی بود. عمرو بن لحی از همه ثروتمندترین بود و سخنش قانون بود در نزد مردم. خودش تنها حاجیان را با خوراک و با آب تأمین میکرد. روز عمرو بن لحی به شام سفر کرد برای تجارت. در شام یک قبیله را دید، قبیله عمالیق. مردم بزرگ جسم بودند. قبیله عمالیق بت پرست بودند. عرب ها تا حال یکتا پرست بودند و نمی دانستند که بت چیست. عمرو بن لحی پرسید چرا این سنگ ها را عبادت میکنید؟ گفتند اینها بت ها هستند و ما اینها را می پرستیم. برای هر حاجت خود بت داریم. مثلا برای باران بت داریم، برای کار بت داریم، برای هر یک کار خود یک بت مخصوص داریم. عمرو بن لحی در تعجب ماند. گفت ما در مکه آب نداریم و آب را از راههای دور یعنی با مشقت زیاد می آریم. برای ما بوتی هست که ما را یاری کند ما آب داشته باشیم. و همین طور از شام بت را گرفت، بت هبل. این اولین شخصی بود که در بین عرب ها بت را در آورد. عمرو بن لحی بت را در درون کعبه گذاشت و مردم را امر کرد که هبل را بپرستند. اکثریت مردم بت پرست شدند. چندی گذشت باز دیگر بت ها را آوردند و مردم را امر کرد که هر قبیله برای خود بتی را اختیار کند برای عبادت. کسانی که از بیرون برای حج می آمدند امر میکرد که از مکه با خود سنگی را ببرند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند عمرو بن لحی را در دوزخ دیدم که روده خود را میکشید. اولین شخصی که دین عرب ها را تغییر داد. با این کفایت نکرد، تلبیه وقت طواف را هم تغییر داد. یعنی وقتی حاجیان در اطراف کعبه دور میزنند از زمان ابراهیم تا حال میگویند لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. با همین کفایت می شود که پروردگارا برای تو شریک نیست و تو قادر و توانا و ملک و حمد و ثنا برای توست. ولی عمرو بن لحی اضافه کرد الا شریکا هو لک، مگر شریکی داری که با توست. تملکه و ما ملک. و مردم حتی در وقت حج، در وقت طواف یعنی همین شرکیات را می گفتند. باز امر کرد که حیوانات مقدس است، ذبح کردنشان حرام است. مثلا ماده شتری که 10 بار تولد کند کشتنش حرام است، سوار شدنش حرام است. عمرو بن لحی شیطان حقیقی بود، عرب ها را گمراه کرد. قبیله بنی کل بت ود را می پرستیدند.
قبیله بنی هدی سواع را می پرستیدند. قبیله طی بوت یغوس را می پرستیدند. قبیله همزان یعوق را می پرستیدند. اهل یمن نصر را می پرستیدند، اما اهل مکه هبل را می پرستیدند. از همه بدترین بود ایصاف و نائله بود. یعنی دو تا سنگی که یک تاش ایصاف دیگرش نائله نام داشت. هر دوی اینها انسان بودند، یعنی وقتی پیش انسان بودند. ایصاف مرد بود، نائله دختر. هر دوشان از یمن بودند. یکدیگر را دوست می داشتند. ایصاف خواستگاری کرد نائله را. پدر نائله راضی نشد. هر دوشان مصلحت کردند که در موسم حج در مکه وا میخورند. هر دوشان در نزد کعبه وا خوردند. وقتی مردم در حالت بت پرستی بودند، ایصاف با نائله زنا کرد. این گناه بزرگ را در نزد کعبه کردند. به امر الله هر دوشان 2 تا سنگ شدند. در غضب الله گرفتار شدند. مردم هر دوشان را دیدند که سنگ شدند. فهمیدند که کاری بدی کردند. عبرتی شد برای همه. ایصاف را در صفا گذاشتند، نائله را در مروه. حاجیان که به حج می روند 7 مراتبه با صفا و مروه می روند و می آیند. بینشان مسافه یعنی زیاد است. و برای همه عبرت شد. همه این سنگ ها را می دیدند، عبرت می گرفتند. این حادثه پیش از زمانه عمرو بن لحی بود. وقتی که عمرو بن لحی بزرگ مکه شد و سالهای زیادی گذشته بود، حادثه را مردم فراموش کردند. عمرو بن لحی ایصاف و نائله را به کعبه آورد و همه را امر کرد که این 2 تا سنگ را تقدیس کنند، بپرستند. انشاءالله تعالی دوام قصه را در نوار بعدی میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.